یک زن 39 ساله ساکن شوراب در اسفره از جانب کارمندان میلیتیا با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت این زن که پیش با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای اوباشی سود شده است، شب 1 میلیون تخمین ساعت 22:00 در خانه استقامتیش در جریان مناقشه با کرد خوجگی به کتف و شکم همزیستش مرد 28 ساله ساکن شهر شوراب دو ضربه کارد زده است. در نتیجه مرد را با جراحت وزنین جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. به ضد زن بر اساس قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده گشودند. به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. در چند روز آخر این علاقه دومین حادثه لطوکوب شفران از سوی زن هاست. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داد که زن 28 ساله زاده نویه واسه موقتا ساکن شهر دوشنبه نیمه دوم روز 2 ایون تخمین ساعت 18:00 در خانه به اجاره گرفتهش واقع در کوچه امکی پایتخت در جریان مناقشه با شوهر 21 سالش شیشه آینه خانه را شکسته 2 مرتبه به بدن شوهرش زده است. در نتیجه جبر دیده را با جراحت وزنین جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. همسرش را به حبس گرفتند. به این زن نیز تا 8 سال زندان تهدید میکند. مرد 58 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده های 237 و 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم اوباشی و قاچاق مواد مخدر سود شده است، این دفعه با گمان آدمکشی بازداشت شد. وزارت کارهای داخله گفت این مرد سالخورده شب 5 ایون ساعت 23:03 در خانه استقامتیش با مرد 35 ساله ساکن پایتخت نوشاکی‌های اسپریتی استعمال نموده در حالت مستی با او جنجال کرده است. در رفت مناقشه صاحب خانه به قفس سینه همقدرش یک ضربه کارد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. به مرد سالخورده این نوبت برای آدمکشی بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرد 33 ساله ساکن جماعت دهات سیمگنج شهر وحدت به آن ابدار می شود که صبح بروقت 6 ایون ساعت 6:00 در حدود دههشان از سبب خصومت شخصی با همدیهه 25 سالش جنجال کرده با کار 2 مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده دومی را با گمان قصداً رسانیدن ضرر میانه به سلامتی دستگیر کردند. به او بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 2 سال زندان تهدید میکند.